مردک ام. مردک آه. به نظر شما من چقدر زیبایم؟ چی؟ کی گفت تو زیبایی؟ یک بار به هفتت درستتر نگاه کن. تو تماما زیبا نیستی. مردک من دوست ندارید؟ راستش رو بگم. ام؟ نه، تماما دوستت نمیدارم. اگر من بمیرم برای من گریه میکنید؟ این سوال ها در سر تو از کجا پیدا شدن؟ خودت میدونی کو من عادت گریه کردن ندارم. من فکرم تماما گریه نمی کنم. فهمیدی؟ اه، سند؟ تو حال شوخی ما رو نمیفهمی ها؟ اکنون میخوای به سوال های جدی جواب دیم؟ تو زیبا نیستی، بلکه زیباترین زن روی دنیای برای من. تو را دوست دارم چون که دیوانه و عاشقتم. از این رو دیوانه اندازه دوستداری را نمیفهمم. سوال سیوم چی بود؟ من بمیرم برای من گریه میکنید گفتم. مگر می شود که یک مرده در روی مرده دیگر گریه کند؟ خیر. اگر تو بمیری من هم همون زمان میمیرم. میفهمی؟ در اختیار مرگ به دستم دهد قضا، روز 1000 بار بمیرم برای تو. سازم دعا عمر ابد خواهم از خدا، تا عمر خویش صرف کنم در دعای تو.